این دختره یه شب رفته بوده فایت کلاب که به طور اتفاقی با این پسره که یکی از شرکت کننده های مسابقه مشت‌زنی هست برخورد میکنه. چند روز بعد وقتی که این پسره میخواسته توی مسابقه بعدی شرکت کنه، برای اینکه همدیگه رو دست بندازن با همدیگه یه شرط بندی میکنن. پسره بهش میگه اگر که حریفم حتی یک ضربه تونست به من بزنه، من تا 3 ماه با هیچ کسی سکس نمیکنم. ولی اگر توی این مسابقه من برنده شدم، تو باید 1 ماه تو خونه من زندگی کنی. دخترم از جایی که روی باخت پسر مطمئن بوده شرط بندی رو قبول میکنه، ولی خب کسی که این وسط شرطو میبازه دختر است و حالا باید 1 ماه تو خونه اون پسر زندگی کنه. به پلیلیست ریکپ فیلم از کانال ریکپ کرده خوش اومدید. در ادامه ویدیو داستان فیلم اسپویل میشه. اگه دنبال فیلمای باحال میگردی حتما این کانال رو سابسکرایب کن و یه سر به پلیلیست ریکپ فیلم بزن. دختری که میبینید اسمش ابیه و با پدرش زندگی میکرده، ولی الان در حال فرار کردن از دست پدرشه و داره براش یه ایمیل میزنه. توی اون نامه به پدرش میگه ببخشید که فرار کردم، من به یه شروع تازه احتیاج دارم و از پاس کردن بدهیای تو خسته شدم. دیگه نمیخوام پوکر بازی کنم، همیشه دوست داشتم برم دانشگاه و الان برای ترم دوم قبول شدم. میخوام یه زندگی عادی با همسن و سالای خودم داشته باشم و هر وقت که آمادگیشو داشتم خودم باهات تماس میگیرم. بعد از اتوبوس پیاده میشه و میره پیش دوستش که منتظرش بوده. اسم دوستش آمریکا هست و اونا توی ترم اول با همدیگه توی یه خوابگاه بودن. بعد از اون وقتی که با همدیگه وارد اتاقشون میشن، دوستش شروع میکنه از دوست پسرش براش میگه و اینکه قرار امشب بیاد و ما رو ببره بیرون. ابی مخالفت میکنه و میگه من باید درس بخونم، ولی آمریکا اصرار میکنه و اونو زوری برمیدارن میبرن بیرون. تا لحظه آخرم بهش نگفته بودن که قراره ببرنش فایت کلاب تا یه مبارزه رو ببینن. وقتی که داور داشته مبارزه کننده ها رو به مردم معرفی میکرده، ابی که میفهمه جریان چیه به دوستاش میگه من برمیگردم به خوابگاه سر درسم. و همون لحظه که برمیگرده بره به یه نفر برخورد میکنه. این پسری که میبینید اسمش تراویسه که یکی از شرکت کننده های مسابقه است. توی همون لحظه اول که چشمش به اون میفته یه جورایی یه حس خاصی بهش دست میده، پس تصمیم میگیره بمونه تا ببینه چه اتفاقی میفته. خود تراویس هم که یه جورایی از اون دختر خوشش اومده بوده، وسط مسابقه حواسش بهش پرت میشه و باعث میشه کتک بخوره. ولی بعدش تراویس حریفشو با یه ضربه شکست میده و خون اون میریزه روی لباس ابی. و بعد از پایان مسابقه یه لحظه که ابی داشته میافتاده، اون میاد میگیرتش و بابت جاکتش هم ازش عذرخواهی میکنه. خلاصه اونا برمیگردن خونه و ابی وقتی که داشته دوش میگرفته همش داشته به اون پسر فکر میکرده، اصلا یه لحظه هم از ذهنش نمیرفته بیرون. روز بعدش وقتی که ابی، آمریکا و دوست پسرش شپلی داشتن با هم دیگه قهوه میخوردن، شپلی از ابی میپرسه که دیشب بهت خوش گذشت؟ ابی هم میگه آره خیلی خوب بود، فقط داستان اون پسری که روی بدنش تتو داشت چیه؟ آمریکا بهش میگه اون فامیلشه و سال دومیه. ابی هم همون لحظه به مسخره برمیگرده میگه که اون دانشگاه هم میره، ولی همون لحظه تراویس میرسه و بعد اونا به هم دیگه کلی تیکه مینداختن و ابی همش یه جوری میخواسته وانمود کنه که من اصلا از تو خوشم نمیاد و ازت متنفرم. بعد از اون وقتی که ابی سر کلاس بوده، میره توی پیج تراویس و زوم میکنه، همه عکساشو با دقت نگاه میکنه، ولی خب نمیدونسته که تراویس پشتش نشسته و همه کاراشو داره میبینه. بعد اونا دوباره کلی به هم دیگه تیکه میندازن و تراویس وسط حرفاش میگه که میخوام شام ببرمت بیرون. ابی هم کلی مخالفت میکنه، ولی تراویس آخر سر میگه ساعت 8 میام دنبال تو، از اونجا میره. اون شب ابی با یه لباس کاملا اسپورت میشینه دم در و تراویس با موتور میاد جلوش و بهش میگه برا من انقدر شیک و پیک کردی؟ ابی هم بهش میگه نه اصلا لازم نبود، این که یه قرار نیست. بعد تراویس کلاهش رو پرت میکنه به سمت ابی و اونم بعد از کلی ناز کردن و نگفتن بالاخره قبول میکنه که پشت موتورش سوار شه. موقع شامم دنگ خودش رو میده، چون میگه که ما قرار نذاشتیم با هم دیگه که تو بخوای شام منو حساب کنی. بعد از اون وقتی که داشتن با هم دیگه قدم میزدن، تراویس بهش میگه از لباسی که پوشیدی و رفتاری که داری کاملا مشخصه داری داد میزنی که از تراویس متنفرم. حداقل با هم دیگه دوست که میتونیم باشیم. ابی هم میگه باشه میتونیم با هم دیگه دوست باشیم، ولی بدون منفعت، با هم دیگه نمیخوابی. خلاصه اونا قبول کردن که با هم دیگه دوست بمونن و بعد از اینکه یه خورده با هم حرف زدن، ابی با یه تاکسی میذاره سریع از اونجا میره. روز بعدش وقتی که ابی داشته توی پارک ورزش میکرده، اتفاقی با یه پسر به اسم پارکر آشنا میشه. بعد از اون میره خونه و وقتی که داشته دوش میگرفته آب قطع میشه و از اونجایی که مسئول خوابگاهشون گفته بوده که تا 24 ساعت آب ندارن، میاد پیش دوستش آمریکا که اونم رفته بوده خونه دوست پسر شپلی تا اونجا بمونه و بهشون میگه فقط همین امشب، اشکالی نداره که من اینجا بمونم. شپلی هم بهش میگه اشکالی نداره، فقط توی اتاق تراویس نرو. همون لحظه ابی جا میخوره و وقتی میفهمه تراویس هم اونجا زندگی میکنه، تصمیم میگیره که اونجا بره، ولی دوستش مانع رفتنش میشه و بهش میگه تراویس معمولا خونه نیست، با خیال راحت اینجا بمون و خودشون میرن بیرون تا یه دوری بزنن. بعد از اون وقتی که ابی داشته پیامایی که باباش براش فرستاده بوده و بهش میگفته که برگرد یا بهم زنگ بزن و چک میکرده، متوجه یه صدای آه و ناله میشه. میره یه نگاهی بندازه ببینه چه خبره و از لای در میبینه که تراویس با یه دختر دیگه در حال انجام عملیاتن که سریع راشو کج میکنه و
برمیگرده. بعد از اون وقتی که دختره میذاره میره، اونا کلی با هم دیگه کلکل میکنن و تراویس بهش از توی گوشیش نشون میده که ما با هم دیگه یه قرار توافقی داشتیم و ابی هم بهش میگه تو با چند تا زن از این قرارای توافقی داری؟ تراویس هم بهش میگه خودم هم خبر ندارم و اگر خواستی بخوابی اتاق خواب من ته راه رو، میتونی رو تخت من بخوابی. بعد ابی هم میره روی تخت تراویس میشینه و شروع میکنه درس خوندن. بعد که تراویس میاد میبینه که کل تختشو با کاغذ یکی کرده. ازش میپرسه چیزی لازم نداری و ابی هم میگه یه ماژیک شبرنگ میخوام چون برای من تموم شده. تراویس میگه میتونی تو کشو بالایی پیداش کنی و ابی وقتی که کشو رو باز میکنه میبینه که اونجا پر از کاندوم و لوازم جنسی و از این جور چیز میزاست. تراویس که کلی خجالت میکشه بهش میگه که من میرم دوش بگیرم و وقتی که از اتاق خارج میشه ابی هم اسپری الکل رو برمی‌داره و از اونجایی که یه مقدار حساس بوده رو همه چی رو ضد عفونی میکنه. وقتی هم که تراویس از همون میاد بیرون، ابی که خودشو زده بوده به خواب زیر چشمی داشته هیکل تراویسو که خیلی از هیکلش خوشش اومده بوده رو دید میزده. صبح روز بعد وقتی که ابی داشته خواب میدیده دستشو میذاره یه جایی که نباید میذاشته و تراویس هم هی سعی میکنه که بیدارش کنه و بعد از اون وقتی ابی بیدار میشه و به خودش میاد جیغ میزنه و فرار میکنه. همون موقع یادش میفته که امتحان داشته، پس سری میدوه میره دانشگاه. تو راه برگشت پارکر رو میبینه و اون ازش میخواد که شب برای شام با هم دیگه برن بیرون و ابی هم وقتی که میبینه تراویس داره بهش اشاره میکنه سر لج اون به پارکر اوکی میده. بعدم میره کلی تیپ میزنه و به خودش میرسه تا آماده بیرون رفتن بشه. اونا بعد از اینکه شامشون رو خوردن پارکر به ابی پیشنهاد میده تا برن یه جای دیگه. ابی هم موافقت میکنه و از قضا جایی که پارکر بهش پیشنهاد داده بوده یه فایت کلاب بوده. اون شبم تراویس مسابقه داشته با یه آدمی که خیلی گنده مونده بوده. ابی هم تا میفهمه که داور اسم تراویس رو میخونه، از اون جایی که از کاری که صبح اتفاقی انجام داده بوده خجالت میکشیده سری فرار میکنه و پارکر رو میپیچونه و بهش میگه من میرم یه دستشویی پیدا کنم. و وقتی که از اونجا میره بیرون تراویس جلوی راهش سبز میشه و کلی هم دعواش میکنه که چرا جواب پیامامو نمیدی و این چه لباسیه که پوشیدی. همون لحظه حریفی که تراویس باهاش مبارزه داشته از اونجا رد میشه و ابی وقتی که اونو میبینه میگه تو میخوای با این مبارزه کنی؟ بعد دوباره وقتی با هم کلی کلکل میکنن تراویس برمیگرده میگه اگه تونست یه ضربه بهم بزنه 3 ماه سکس نمیکنم و اگرم من بردم باید به مدت 1 ماه پیش من بمونی. و ابی هم از اونجایی که از برد خودش مطمئن بوده شرطو قبول میکنه و بهش میگه باشه ولی اینم تو مغزت فرو کن، من هیچ وقت باهات سکس نمیکنم. و بعد توی مبارزهشون تراویس حتی یه ضربه هم بهش نمیخوره و خودش برنده اون مبارزه میشه و به ابی میگه که ساکتو جمع کن. بعد از اون وقتی که ابی توی ماشین پارکر نشسته بوده پارکر بهش میگه من تو رو میبرم بیرون، بعد وقتی که 5 دقیقه تنهات میذارم تصمیم میگیری با تراویس زندگی کنی. ابی هم داشته سعی میکرده که از دلش در رو بگه ما فقط دوستیم و من الان یه شرطو باختم، ولی تراویس مزاحمشون میشه و یه کاری میکنه که ابی از ماشین اون پیاده شه. خلاصه ابی وسایلاشو جمع کرد و رفت خونه تراویس و اونا کلی با هم دیگه وقت گذروندن و چندین روز و شب پیش هم دیگه بودن. بعد یه روز تراویس تصمیم میگیره تا ابی رو ببره خونه پدرش و به پدر و برادراش نشونش بده. اونا بعد از اینکه با هم دیگه شام میخورن تصمیم میگیرن که بازی کنن. میز پوکر رو میچینن و میشینن دور میز و بازی میکنن و ابی هم ازشون پذیرایی میکرده. بعد از اینکه یه مقدار بازی کردن به ابی میگن که اگه دوست داری تو هم میتونی بیای بازی کنی، ما به خانوما سخت نمیگیریم. ابی هم تو جواب برمیگرده میگه میدونید مسئله این نیست که من فکر کنم شما بهم سخت میگیرید یا آسون، مسئله اینه که من به شما سخت بگیرم یا آسون. و اونا هم با تعجب ابی رو دعوت میکنن تا بیاد باهاشون بازی کنه و تراویس بهش میگه که اگه دوست نداری میتونی بازی نکنی چون یکی از برادراش یه پوکرباز حرفه‌ای بوده. ابی هم به هیچ کدوم از حرفاشون اهمیتی نمیداده و با تسلط کامل میشینه بازی میکنه و خیلی سریع برنده بازی میشه و پدر تراویس ازش میپرسه که بازی کردن رو از کجا یاد گرفتی؟ اونم میگه خونه. تراویس ازش میپرسه که خونه‌تون کجاست؟ اونم میگه لاس وگاس و بابام بهم پوکر بازی کردن رو یاد داد. پدر تراویس شروع میکنه تعریف کردن که توی وگاس داستان یه پوکرباز حرفه‌ای رو شنیده بودن که یه دختری داشت که همه جا باهاش میره و از اونجایی که مامان بچه ولش کرده بود مجبور بود که اون بچه رو خودش تنهایی بزرگ کنه و اون دختر تبدیل شد به نابغه پوکر و هر چقدر دخترش خفن‌تر شد توی بازی خود پدر بدتر شد و حتی توی بچگیش هم موند با پاس کردن بدهیای پدرش. و بعد یکی از پسرا گفت که اسم اون دختر بچه رو گذاشته بودن مهره شانس. بعد اونا چون سن دختر بچه رو یادشون بود احتمال دادن که الان همسن ابی باشه و وقتی که پازل ها رو چیدن کنار هم متوجه شدن دختر بچه‌ای که بدهیای باباشو میداده و اسمشو گذاشته بودن مهره شانس در واقع همون ابیه که الان پیششون نشسته. پسرا هم که کلی حال میکنن میان و با ابی عکس میگیرن. چند روز دیگه میگذره و یه شب وقتی که ابی داشته با لپتاپش کار میکرده یه پیام از طرف میک براش میاد که نوشته بوده من خیلی نگرانتم و دلم برات تنگ شده. ابی هم تو جواب بهش میگه که منم دلم برات تنگ شده. میک در واقع پدر ابی بوده و ابی اسمش رو اینطوری سیو کرده بوده. همون لحظه تراویس وارد اتاق میشه و ابی سری لپتاپشو میذاره کنار. بعد اونا با هم یه مقدار کلکل و شوخی میکنن ولی بعدش به هم دیگه نزدیک میشن. ابی تا میبینه که کار داره به جاهای باریک میکشه تراویسو پرت میکنه اونور. ولی بعد میبینه که نمیتونه از تراویس دل بکنه و دوباره خودشو بهش نزدیک میکنه. باز وسط کار پشیمون میشه و به تراویس میگه باید برم دستشویی. بعد دوستش میاد پیشش و ابی
بهش میگه الان فرار کردم از اتاق، ولی وقتی دوباره برگردم به اتاق بازم نمیتونم جلوی خودم بگیرم. دوستش هم بهش میگه پس تو قطعا از تراویس خوشت میاد. و ابی برمیگرده میگه فکر کنم واقعا عاشقش شدم. همون لحظه تراویس نوتیف پیام میک رو روی لپتاپ ابی میبینه که نوشته بوده آخر هفته بیکاری، و پیام قبلی ابی هم که نوشته بوده دل منم برات تنگ شده رو هم میبینه و بعد با ناراحتی و عصبانیت میذاره از خونه میره بیرون. ابی هم که نگران میشه لباسشو میپوشه میره بیرون تا دنبالش بگرده و بهش پیام میده و تراویس جوابشو نمیده. روز بعد تراویس مست برمیگرده خونه و ابی تا میبینتش بهش میگه کل شب نگرانت بودم. تراویس هم بهش میگه نباید نگران دوست پسرت باشی. ابی با تعجب میگه دوست پسرم؟ تراویس هم میگه من پیامتون رو تو کامپیوترت دیدم که به هم گفته بودید دلم تنگ شده و از این حرفا. ابی هم با ناراحتی بهش میگه اون بابامه. تراویس هم خیالش راحت میشه و بهش میگه خب خبر خوبی بود. ولی ابی از اینکه تراویس به حریم خصوصیش وارد شده بود و بعد از اونم ولش کرده بوده رفته بوده خیلی ناراحت شده بوده. به خاطر همین قهر میکنه و میره. ابی میره تو کتابخونه و پارکر میاد پیشش میشینه و بهش میگه با هم دیگه بریم غذا بخوریم. ابی هم موافقت میکنه و بعد از اینکه با هم دیگه غذا میخورن پارکر دوباره پیشنهاد یه جای دیگه رو به ابی میده. وقتی که ابی وارد اون لوکیشن میشه کاملا سورپرایز میشه. تراویس براش یه جشنی گرفته بوده چون هم تولد ابی بوده و هم میخواسته که ناراحتیشو از دلش در بیاره. ابی کلی خوشحال میشه و بعد از اون میره پیش تراویس و با هم دیگه یه مقدار حرف میزنن ولی خب خیلی سردتر از همیشه. ابی هم که از این سردی اعصابش خورد میشه میره یه عالمه الکل میخوره و تصمیم میگیره که کلی خوش بگذرونه. بعد از اون پارکر هم فقط به خاطر اینکه قرار بوده ابی رو بیاره اینجا تا سورپرایزش کنن وارد جشن شده بوده از ابی خدافظی میکنه و از اونجا میره. تراویس وقتی که میبینه ابی داره زیادی الکل میخوره میاد سراغش تا یه چیزی بهش بگه. بعد اونا با هم دیگه بحث میکنن و ابی از اونجا میذاره میره. تراویس هم میره دنبالش. ابی کلی قر میزنه و میگه تو پیامای منو دیدی به جای اینکه ازم بپرسی با هم قهر کردی گذاشتی رفتی. بعد یه مهمونی خیلی بزرگ برام گرفتی و تو اون مهمونی با من خیلی سرد رفتار میکنی. فکر میکنی همینجوری قراره ببخشمت؟ ابی وسط بحثایی که داشته میکرده از اونجایی که خیلی تراویس رو دوست داشته میبوستش، ولی بعد از اون بوسه از اونجایی که خیلی زیادی خورده بوده بالا میاره رو صورت اون بدبخت. تراویس هم هر کاری از دستش برمیاد براش انجام میده و از اونجایی که فکر میکنه اون مست و هیچ یادش نمیمونه بهش برمیگرده و میگه عاشقتم. بعد تراویس میره تا برای ابی آب بیاره و همون لحظه باباش با ابی تماس میگیره. ابی بهش میگه دلم میخواست بدونم موقع تولدم بهم زنگ میزنی. پدرش هم میگه میخواستم بیام دیدنت ولی نمیدونستم کجایی. همون موقع ابی آدرس خوابگاه و دانشگاه به پدرش میگه. بعدم وقتی که تراویس صداش میکنه سری تلفنو قطع میکنه. روز بعدش ابی به تراویس میگه داشتم فکر میکردم چون تولدمه و این آخرین شبیه که هم اتاقی هستیم یه کار خاصی انجام بدیم. بعد کشو رو باز میکنه و یه روغن از توش برمیداره و میده به تراویس و میگه پاهامو ماساژ بده. تراویس هم میگه حتما هر کاری بگی انجام میدم. ولی خب ته این ماساژ به چیزای دیگه ختم میشه و آخر سر ابی نمیتونه رو حرف خودش وایسه و انقدر عاشق تراویس شده بوده که خودش ازش میخواد باهاش رابطه برقرار کنه. روز بعدش وقتی که ابی داشته میرفته دانشگاه یه نفر جلوی راهشو میگیره و میگه سوار ماشین شو. ابی هم حرفشو گوش نمیده و میره و اون بهش میگه درباره باباته. ابی تا میشنوه که این قضیه درباره باباشه برمیگرده و ازش میپرسه چی شده. اونم میگه بابات به رئیسم بدهکاره و اگه باهام نیای پاشو میشکونه. ابی هم مجبور میشه که باهاشون بره. تراویس که داشته دنبالش میگشته کلی بهش پیام میده ولی اون جواب نمیداده. بعد از آمریکا میپرسه که ابی کجاست ولی اونم نمیدونسته، ولی خب توی گوشیش میتونسته اونو ردیابی کنه و از طریق گوشیش میفهمن که اون توی لاس وگاسه. تراویس هم گوشی آمریکا رو برمیداره و میره دنبال ابی. ابی رو میبرن به یک کلاب و اون باباشو میبینه و از باباش میپرسه که چقدر بدهکاری. باباش هم میگه $100,000 بدهکاره. بعد اون طلبکاره میاد پیششون میشینه و میگه باید تا اواسط امشب $100,000 برای من جور کنی. ابی میگه من نمیتونم تا آخر امشب $100,000 جور کنم. اونم ازش میخواد که بازی کنه چون بازیش حرفه‌ایه. ابی هم میگه من سنم قانونی نیست و اگه مچمو بگیرم باید از دانشگاه ترک تحصیل کنم. یارو هم بهش میگه تو خودت بلدی چطوری اونا رو دور بزنی. ابی ازشون میپرسه که راه دیگه ای نداره. اونا هم تهدیدش میکنن و میگن یه بلایی سر بابات میاریم و ابی هم مجبور میشه که به حرفشون گوش بده. بعد میره حاضر میشه و میشینه سر میز بازی و خیلی راحت اون بازی رو میبره و $100,000 برنده میشه. بعد به زیر دست طلبکار باباش پیام میده که پولو درآوردم میتونی بیای دنبالم. و وقتی که داشته از کلاب میرفته بیرون یه نفر صداش میکنه. بعد ابی با استرس برمیگرده پشت سرش رو نگاه میکنه و میبینه که اون شخص رو از قبل میشناخته و الان نگهبان اون کلاب بوده. ابی سری میپیشونتش و میگه من باهات تماس میگیرم تا بعداً با هم دیگه وقت بگذرونی. ولی یارو هدفش یه چیز دیگه ای بوده. اومد و به ابی گفت باید ژتوناتو بدی به من. ابی خیلی تعجب کرد و اون پسری که اسمش جسی بود برگشت بهش گفت وقتی سنت قانونی نباشه نمیتونی قمار کنی. این کارت غیر قانونیه و نمیخوام تو دردسر بیفتی. ابی از جسی خواهش کرد و بهش گفت که من به این پول نیاز دارم. جسی هم بهش گفت این شغل منه، نمیخوام تو بیفتی تو زندان، پس ژتوناتو بده به من. در عوض من کاملا پیش رئیسم هواتو دارم. ابی هم مجبور شد که ژتونهاشو بده به اون. بعدم سریع زنگ زد به باباش و با گریه بهش گفت منو گرفتن، گوشیتو خاموش کن، از هیچ کدوم از کارتات استفاده نکن و از شهر بزن بیرون. باباشم بهش گفت پس من امشب میرم
رفتم دنور. ابی هم با گریه ازش کلی عذرخواهی کرد به خاطر اینکه ناامیدش کرده بوده. بعد رفت پیش طلبکار باباشو، بهش گفت من پولو درآوردم ولی جسی ازم اون پول رو گرفت. یارو هم بهش گفت این مشکل من نیست، باید اون پولو برای من جور می‌کردی. و متوجه شده بودن که باباشم در رفته. بعد یارو به ابی میگه که من همه خرج تو رو میدم، بیا پوکر بازی کن، سودشو با هم دیگه نصف کنیم. و ابی بهش میگه که من نمیخوام شغلم پوکر بازی کردن باشه و فقط میخوام برم دانشگاه. همون لحظه هم تراویس میرسه اونجا و میزنه دخل همشونو میاره. ولی بعد از اون ابی دوباره میذاره میره و تراویس میره دنبالش. تراویس ازش میخواد که وایسه و باهاش حرف بزنه تا بفهمه داستان چیه. ابی هم بهش میگه چرا گرفتی اونا رو زدی؟ تو که نمیدونستی چه اتفاقی افتاده بوده، من خودم داشتم حلش میکردم. تراویس هم برگشت گفت از کجا میدونستم جریان چیه وقتی همه چی رو مخفی کرده بودی؟ ابی وسط حرفای تراویس میذاره میره، ولی تراویس داد میزنه اونجا، بهش میگه من عاشقتم. ابی هم کاملا تحت تاثیر حرف اون قرار میگیره، میدوه میاد سمتش و دوباره بهش نزدیک میشه. اونا با همدیگه کلی دیوونه بازی در میارن و میزنن همه چی رو میریزن به هم و میشکنن. اونا شبو توی یه هتل توی همون وگاس میگذرونن و بعد شب که ابی خواب بوده، تراویس گوشیشو برمیداره و میبینه که بنی یعنی همون طلبکار باباش بهش پیام داده بوده که کارای ناتموم داریم، باید جواب تماسامو بدی و براش یه پیغام گذاشته بوده که میک هنوز $100,000 بهم بدهکاره و به گردن توئه، پس باید بهم زنگ بزنی. همون موقع تراویس توی اون به هم ریختگی‌ها چشمش میخوره به آگهی یه مسابقه دیگه که به برنده قرار بوده پول خیلی خوبی بدن. پس تصمیم میگیره زنگ بزنه به اون طلبکاره و بهش میگه میدونم که ابی بهت بدهکاره، بیا یه جور دیگه با هم تسویه کنیم. و از اون میخواد که با هم دیگه برن به مسابقه و تراویس برای اون یارو مسابقه بده و برنده بشه تا بتونه پول ابی رو تسویه کنه. ابی وقتی که از خواب پا میشه متوجه پیغامی میشه که تراویس براش گذاشته بوده که من یه کاری میکنم که تو و بابات دیگه مشکلی نداشته باشی و یه ماشینم برات کرایه کردم که توی پارکینگ، اونو وردار و برو خونه. ابی هم که خیلی نگران تراویس بوده سری میره تو پارکینگ تا سوار اون ماشین بشه، ولی وقتی که میرسه به پارکینگ یواشکی باباش و جسی رو میبینه که داشتن با هم دیگه حرف میزدن و جسی به بابای میگه خیلی راحت ژتون ها رو بهم پس داد. حالا فکر میکنی چیکار میکنه؟ به نظرت واسه بنی کار میکنه؟ بابا هم میگه آره فکر نمیکنم دیگه چاره دیگه ای داشته باشه. و ابی اونجا میفهمه که همه اینا یه نقشه بوده از زنگ زدن باباش برای اینکه به بهونه تولدش میخواسته بیاد دیدنش و تونست اونطوری آدرسش رو گیر بیاره و کشوندنش اونجا و همه چیز هماهنگ شده بود با طلبکاره، با جسی که اومد ژتونا رو ازش گرفت. در واقع کاملا داشت دختر خودش رو دور میزد برای اینکه پول در بیاره. بعد با عصبانیت اومد به سمت اونا و باهاشون دعوا کرد و به باباش گفت اعتراف کن، از اول برام تله گذاشته بودید. باباش هم برگشت گفت من یه پیرمردم که نمیتونم به خوبی تو بازی کنم و پول نیاز دارم واسه زندگی کردن. ابی هم بهش گفت خب یه شغل مثل مردم عادی گیر بیار. بابا هم شروع کرد چرت و پرت گفتن و آخر سرم گفت خیلی دوستت دارم. ابی هم از ماشین پرتش کرد بیرون و گازش رو گرفت و رفت سراغ تراویس. مسابقه‌ای که تراویس داشت خیلی خطرناک بود و داور اونجا اعلام کرد هر کسی که بمیره اون یکی برنده میشه. ابی به سختی خودش رو رسوند اونجا و بعد از اینکه تراویس کلی توسط حریف قول پیکرش ضربه خورد و اونا هم کاملا داشتن جرزنی میکردن تا اون یارو برنده بشه، ابی اومد با صندلی زد تو سر اون یارو و اونجا یه آتش سوزی هم اتفاق افتاد که مسابقه کنسل شد و همه از اونجا رفتن بیرون. تراویس و ابی هم برگشتن به هتل و از اونجایی که شپلی هم به خاطر مسابقه تراویس اومده بود، حالا دیگه آمریکا هم قرار بود بیاد پیششون. بعد اونا کیف جسی رو از توی ماشین پیدا کردن و متوجه شدن پولایی که ابی برده بود توی همون کیفیه که جسی توی ماشین جا گذاشته بود. در آخر که کلاهبرداری باباش برای ابی رو شد، اون دیگه کاملا دور باباشو خط کشید و با تراویس به هم دیگه عشقشون رو اعتراف کردن و تصمیم گرفتن چند روزی توی وگاس بمونن و اون پولا رو خرج کنن و کلی خوش بگذرونن. اینم از پایان داستان. مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. حتما نظرتون رو برام بنویسید چون سبک این ویدیو با بقیه ویدیوها فرق می‌کرد. بهم بگید که دوست دارید توی این سبک هم براتون ریکپ بذارم یا بیشتر بریم سراغ همون فیلمای هیجانی‌تر و شوکه کننده. منتظر نظراتتون هستم. لایک و سابسکرایب یادتون نره.